پدر این در عائله سولت، پدر در عائله دولت، پدر در عائله سردار، پدر در عائله اینا سیاست. اگر فرزند اگر پدر حرمت کند و عائله کاسته نمی شود. سیاستی عائله از همینجا آغاز می شود. وقتی که پدر و مادر احترامش میگوییم، اینه آغازش ما جستجو کنیم که از کجا سر میشد. این البته اگر ما سرش ببینیم، اگر این تربیه پدر و مادر میشد. اگر تربیه پدر و مادر از همون کودکیش allakay veya mağazı için maynaşam şinandan dakor ki kalonsanla hürmet kadan dakor. İnayı hürmet kadan dakor. Padar مادر hürmet kadan dakor. پدر مادر بسیارتر فرزند که میشینن، اگر پدرت بیاد اجاد خیس در راه احترامشان جاش به من سلامته و یا پیشوازگی رفته بین گون اگر و بچه خودش به قبول میکند. از من همین برنامه равнодаро шудани фарзанд ҳам аз тарбия аст раво амин тарбия агар аз оила падару модар агар тарбия сахт тарбия кунанд ва албатта одоб мешавад. ягон муҳити атроф берун ҳам вайрон намекунад ва ина падару модар намемонад ва вайрон кадан ба, чунки вай дар назорат аст кӯдак. ман сал дуртар мерам, ҳозир ҳаминҷо дар бораи ҳама гуфтан дӯст медорем падару модару моя. ман در حقیقت یگون نفر یافت نمیشد که پدر و مادرش دوست ندارد. افسوس. عصر 21 فرقش از زمین تا آسمان برفت. حاضر فرزندای در عائله مادر دوگانه شده موندن برای فرزند. مادر نمیدونم ویا ارکه کدام می یا ویا تربیت داده نتونستم می یا فهمونده نتونستم می یا ویا فرزندو یا دعا نمیداند که دعای پدر و مادر کده ویا دارا شدم می. اینهای نظر به نمیگیرن و همین پدر و مادر در خانه بسیار فرزندا خور کده ایساس. در حقیقت پدر و مادر خور است. و ها حاضر شما منه گفتید که مراجعات میکنن بسیار منبع. منم روزی نیست که یک معرکه دو معرکه در ازدحام نشینم. همه مردم همین داغی حیات میگوید. داغی روز نه، این داغی حیات نه. روز باشد و یک روز میگذرد و این داغی حیات شده مانده است. امروز که فرزندا نسبت پدر و مادر بسیار بسیار به آدابی کده ایستادن. پدر و مادر یافت نمیشن. این پدر و مادر گوهر هست. این گوهر یافتن دکار، این گوهر احتیاط کردن دکار. حالا میگن که پدر و مادر اینه بینید مادر تا در رحم مادر فرزند بودگین ده اکن ساعت ها عمدنش نزدیک است. فرزند میگفت از پروردگار به ملاقات کده من این دنیا و نبیار. پروردگار میگفت است که آتی دوستانت انتظار. فرزند میگفت است که دوستی من کیم؟ پروردگار ندامه آمده است دوستی تو پدر و مادرت. اینه بینید که پدر و مادر ساعت میشمرند تا فرزند آمدنه. این مادر بینید که این فرزندا باید وقتی که میبینند برنامه گوش آنزن، مادر برای مردن خودش راضی هست که فرزندش دنیا بیاد در حالت تولد. اینه بینید که پدر و مادر راضی کشه بینید شما که همین فرزندش بیاد. امروز وای فرزند و وای پدر و مادر نه فقط دست به براشتن و کیفتش به براشته گشتنش در کار وای مادر یافته نمی شود. حالا میگن که درباره پدر و مادر این مادر نازک است. حالا از کوه میگن پرسیدن از تو سخت‌تر کیست؟ ندا آمد جان مادر. از آب پرسیدن از تو شفافتر کیست؟ ندا آمد شیر مادر. از آفتاب پرسیدن از تو سوزانتر کیست؟ ندا آمد اشک مادر. از گل پرسیدن از تو نازکتر کیست؟ گفتن که دل مادر.
دل مادر نازک است. پدر کو نازک، دل مادر از وی هم نازک، لیکن همین نازکی های و همین سختی های شیر مادر پیشش میگیرد. امروز این برنامه که شما حاضر احترام پدر و مادر همینجا برنامه تشکیل کردید، این برای شما یک جهان ثواب میرسد. این باید از این برنامه فرزندان ما، همین جوانهایی که میبینن یا این برنامه میبینن، این برنامه تکرار به تکرار میرود، پدر و مادر گفتنشان در کار فرزندا اینجا بیتان این برنامه یا گوش کنتان شنونن پیش شما که یا ها گوش خودش که شنود که پدر و مادر کیست. امروز پدر احترامش، مادر احترامش اگر فرزند به جا نبیارد و کارش پیش راه نمیرد. علمون و حاضر فقط همین تربیه نسبت فرزندا ما زیاد کرده ایستاده، احترام و کلانسالای و مادر و پدر فهمانیم که وها خداشان قبول کند. تا حتی محبت خان، تا حتی خدا پیش از آنی که انسان آفرید، خدا آیت قرآن و گفتاست و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. گفتاست خداوند تعالی که شما پدر و مادرتان به دوام آیت به خویشاوندانتان و یتیم ها و شما نیکی کنید. گفتاست این تاکید پروردگار است. امروز این فرزندان ما پدر و مادر دارن، پدر و مادر هم تو دستشان به بعد دارن که از وها پدر و مادر آزار نبیند.